سلام هموطن، با این ویدیو با من همراه باش چون میخوام یک حرکت بسیار عالی به آموزش بدم. این حرکت برای 4 ران، پشت ران، ساق پا و باستن بسیار عالیه. اسم حرکت اسکات لندماینه. پا اندازه از شنا باز، آستر بلند میکنید، یک کم رو به جلو هستید، بعد میشینید. موقع نشستن پنجه بالایه، موقع ایستادن پاشنه بالایه. 1 2 1 2 1 2. آروم آهسته. حرفه‌ای ترها میتونن دستشون رو بیارن بالا که یک حرکت فول بادی کامل بشه. یک حرکت چند منظوره و بسیار عالی. اگر میخوای حرکات بدنسی و تناسب اندام صحیح آموزش ببینی، پیج سایت رو فالو کن.